واسم خوش اومدید به کانال خودتون، یعنی کانال آدین کاما گنگ. بچه ها اومدیم امروز با هم ویدیوی فسموفوبیا بگیریم. همونطور که میدونید الان هر کی که این ویدیو رو داره میبینه مطمئنا نمیدونه ساعت چنده. شاید هم بعضیاتون هم میدونید. الان ساعت 9 شبه و من تو خونه فعلا تنها و از اونجایی که خونمونم جن زده است، جنا جرش دادن، خونمونو پاره کردن. آره دیگه داداش استر اوکی. بله، از اونجایی که خونمونم جنیه، من کولرم روشن کردم، جلوش وایسادم و دارم براتون ویدیو ضبط میکنم و کنارم هم تلویزیون روشنه. به کی چه موقعیتی بهتر از این که براتون ویدیو بگیرم. قبل از اینکه بریم کونمون منظور پارشیم، ما تحتمون پاره بشه، لطفاً خواهش میکنم هر کی که میتونه این لایک و ساب این بغل رو بزنه و ما رو ما لایک و سابش خوشحال کنه. آقا برو بریم سراغ ویدیو. Let's do this. وایسا. من یکم پیش رفتم یه عالمه بازی کردم، یعنی تا دلتون بخواد بازی کردم. مثل چی؟ من بعضی چیزها رو فهمیدم و بعضی وسایل‌ها رو فهمیدم که چجوری باید ازشون استفاده کنیم و به خاطر همین من یادم رفت که بیام یه جای خوب دیس بدم از بازی. اونجا گیر کردم، یه جای سیاه مانند گیر کردم و نمیتونم اونو بیارم. و خیلی فسموفوبیا نمیدونستم، کامل برام روشن. یالله سلام علیکم. حاج خانم خونن؟ حاج خانم یالله بپوشونم شراره ها رو دارم میام تو. برو بیا بینم. این یکی دیویس تمام، همینا کافیه برا ما. اوکیه. استخون. بله بس بریم اینا رو یه جایی بذاریم. این دوتا چیز رو از اون جایی که میدونم بالا جنی تر ازت. به فینگرپرینت عالی. الان میام فینگرپرینت هم میگیرم. اون لایت بنفشم بچه ها، اینو فهمیدم که لایت بنفشم به درد چیز میخوره. فینگرپرینت اثر انگشت. میتونه صحبت کنیم شاید جواب بده. حاج خانم خونه ای؟ عزیز یه جوابی به ما بده، به ما این بینوا بده. بچه ها خواهشان لایک کنید. میدونید چرا من خودم مثل سگ از فسموفوبیا میترسم، بیشتر وقتا بازی نمی کنم، ولی به خاطر به عشق شما بچه های گل تو خونه که دارید الان این ویدیو رو میبینید اومدم و با این همه حال که ترس دارم براتون دارم ویدیو ضبط میکنم. وایسا فینگرپرینتس تسکشم سلکت کردیم. برو بریم یه دونه اینم بذاریم اینجا. از خانم خونه ای؟ بچه ها یه چیز دیگه، موقعی که جواب میده این چیز یه گزینه هم هستش کنار این چیزه، اسمش چیه؟ آره اسپریت باکس. کنار این اسپریت باکس هم یه دونه چیز هستش که چیزه سبز میشه موقعی که جواب میده و باید برای اینکه پولشو بگیرین این چیزو چیز کنید، اسپریت باکس رو فعال کنید. گردش خونه ای؟ خانم خونه ای؟ آی ملت چوزایی بابام کدوم یکی رو وا کردی یزید؟ اوه از این کارت جنیا. پس معلومه که اینجا رو وا نکرده عزیز دیگه داداش گلم. من یکم هول بدم.
هول بدم. هول بده هول بده هول بده هول بده داداش. ریدم تو خودم. دستگاه سبز رو دیدم. بابا کدومو وا کردی؟ دلقک کدومو وا کردی؟ بابا وقت منو نگی، بگو کدومو وا کردی عکسش بیفته تموم شه دیگه. کنم اون اتاق هست. من برم یه صحبتی هم دوباره بکنم. هایی که دارم میشنرسم یه صحبتی هم بکنم که صحبتی هم ندارم. ماشاءالله همین که ببین بچه ها یکم پیش که داشتم بازی میکردم همه جور داشت اتفاق میافتاد. هر اتفاقی که فرض کنید داشت میافتاد. اونایی که فسموفوبیا بازی کردن و میدونن هر اتفاقی برام افتاد. ولی الان به خاطر اینکه میخواد زایم کنه هیچ کدوم اتفاق نمیفته. داداش نروا کردی عزیز دل برادر گل. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابوالفضل یا حسین ابن علی یا فاطمه بی مظلوم کجا رفتی؟ به به بازی منظور خیلی دوست دارم. ریدم تو خودم 3 تا فینگرپرینت دمت کرد بابا. نوچرم 2 تا اینجاست، یکی اینجاست، یکی هم اونجاست. ایول یعنی از اینا یه دونه خب اینم گرفتیم. اوکی الان یه کارت میچرخونه بیاد چونمون رو پاره کنم. چه جالب، اصلا با هم کاری نداشت، خیلی ریلکس بود. همونجا جنی شده بریم اونجا رو یکم آسفالتش کنیم. با این همه کار که دارم میکردم ولی باید انجامش بدم. شما هم به عشق داداشتون یه لایک کوچولو بندازید. منظور یا حضرت ابوالفضل یا فاطمه بی مظلوم. داش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دای یا خاموش کرد چمو بده. یا ابوالفضل داره اینجا اتفاق میفته، یه اتفاقای ناگواری داره اینجا میفته. دای یا حضرت ابوالفضل یا حضرت ابوالفضل یا حضرت ابوالفضل یا حسین بی مظلوم. ریدم وای خیلی بد بود. یا ابوالفضل یا حسین بی مظلوم یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. داش آروم ده. یا ابوالفضل اومد کارم کنه، اومد چونم بذاره. یا ابوالفضل اومد چونم بذاره. خدافظ اکتریم خدافظ. به چه پولی زدیم. بله بچه خیلی بد بود. گفت دایول دیدم زیر پامه. وای خیلی ترسناک بود. همه رو بده داداش، پول بده. من یعنی همون حرف. البته چرا قوه به دردم نمیخوره. این یه دونم اود بگیریم روشن کنیم. بریم کمپ. داداش یکم آروم، خواهشن یکم آروم. البته بچه یه چیزی که من یادم رفت اینو فعال کنم. ما باید این هانس رو روشن کنیم. روی هانس بزنیم.
There have been rumors about a lot of paranormal activity at this location. اوکی داداش. Be careful and watch your sanity. آقا مغز سازنده این مفهوم زنده میخوام. داداش ما برای چی به نظرت اینجا اومدیم؟ برای جنگی؟ خب برای چی میگی اینجا یه اتفاقای ناگوار افتاده؟ خب خودمون میدونیم که اینجا اومدیم. یعنی من مغزتو منظور چیز دوست دارم. خب به به چه خبره داداش؟ برای اینجا یه دونه بابا آروم، هنوز نیومدیم، داره میشکونه. اوه 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 هوا سرد شد. منظور یعنی پاره این آماده شناس وارد میشود. وایسی بریم دم و دستگاه رو بیاریم، این رود رو روشن کنیم زودی این احضار بشه. احضار هم نمیشه، در واقع واکنش نشان میده بهش. منم ترک. آقا بچه ترک باخ نمیده. به عشق ترکا، به عشق دوستلارم، عشق تمام بچه ها. فرق نمیذارم بین ترک و فارس و لور و فلانا، ولی حساب دوستای عزیز دلم، هموطنای عزیزم، دوستلارم کنارم چیزه خاصه، جداست. منظور بینتون فرق نمیکنه. یو آروم. الو طرف احضار شد مگه نه؟ دوربین عکس برداری واره میشه بعد احضار شد. گوشی ببر حاجی. این تکون خورده. اینطوری نبود. به جان خودم این اینطوری نبود. این اینجا بود. جواب میده که من داره باشه گل. از آقا دکتر خب جواب بده دیگه. عجب. اوکی یه آنومالی چیزی نیست ما ازش عکس بگیریم. یه نگاه بندازم با یه فهمی. بسم الله الرحمن. یکی انگار هولم داره میده قاممش. اوه شت من یه چیز دیدم. این البته خودم شد کردم. یا بسم الله الرحمن. کجاست؟ اوه 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 اینجاست. اینجا بود که رفت. CFM دیورس گوست رایتینگ. این هم فعال کنیم فعلا. شت. البته یکم بچه یه چیز واقعیتشو بگم، زیادم دروغ نگیم، یکم ترسم ریخته. اونقدر که یه دفعه پریدن جلوم چیز نشده. اوکی یعنی اوه چه خوب از این کارت هست. بابا یا ابوالفضل چقدر زود فرار میکنه. اینجا EFM زیاده مطمئنه. داداش باید اینجا EFM بدی. الو سلطان. من این که به دردم نمیخوره. اینو بیارم بندازم
دیگه اینجا بریم این چیز میزه رو برداریم. خوشگلو داداش الو. آها بسم الله دایو اوکی سان این معنیش یعنی چیه داش مون هیچ اتفاق نمیفته که دلغک آهان اسکل خاک تو سرت یو اول یو وای وای من میخوام برم خونه وای 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 داداش فرار کن داره میاد. عکس بگیر فرار کن چونم اون پارست ولی فرار کن. به این زودی ها نه داداش راست بودم از این زودی ها نمیبینیم به این زودی ها ما نمیبینیم بابا الو از کدوم از کجا سلطان نه سوباسا اوزارا گاز میره این داداشمون اسکول میکنه رسما. دیدمش واسه ایف هم بگیرم. بابا کجایی؟ اسکول شدیم اگه نه صحبت بکنیم شاید. گلم چرا میخوای منو جر بدی؟ من آها اونه هاشش عکسش رو گرفت. ولی فکر کنم باک خورده دیگه فکر نکنم بره. تو این تلفن نمیپدید با تصمیم تایم ما نمیخونه رفت اونجا صدا با قد شد. بابا اینه دوباره ریسپان میشه حداقل یه ایفم شده. یا بزن همه عکس ها گرفتن ایول بردم بکنم زیادی پول بده. ماجی میخوام یه کاری کنم یه دیوونگی کنم فکر کن برم یه مپ بزرگ چیز کنه دیگه از این وحشیت بده. وایستم که اینطوری قراره بریم مپ بزرگ. اینم میخوایم 2 تام شم. اوکی برو بریم پلی سکول نه اینم نه آره همین دوستش داشتم اینو واقعا خدایی با این است. برو بیرون آجا من نزنه اول کاری چنمون بده واقعا نمیدونم. We're there. Be careful. I got several reports of sudden fear and suspicious events at this location. Look if you can find a ghost. باشه چشم الان میریم براتون گستم پیدا میکنیم. خب داداش اینجا مناطق محرومه مگه باید یه چیزی باشه دیگه. لایتو اول کاری قطع کرده. اوه فکر کنم یکم کارمون سخت. ستون فقرات بس خراب شد بچه ها. برگرد بریم وسایل برداریم دوباره.
وای حاجی از اینجا خیلی مثل سگ میترسم. فکر نکنم اینجا رو زیاد بتونم واشم. یه حرف بزنیم باهاش شاید به سیفت جواب بده. فعلا جوابی نداده. ولی گوست رایتینگ DOS یه فیلم لول 5 همه 3 تا رو سلکت کنم کافی شد. یه دونه این فیلینت هم ببرم دیگه. فعلا هنوز اسپید باکس کار نمیکنه. حاجی در وا شد. در وا شد. دیدی؟ یا حضرت ابوالفضل یا حسین. چه واقعا ریدم. کی بود؟ چجوری برو دوتا عکس از اینجا بگیری. لحجه اصفهانیمون نگیره. یا ابوالفضل EMFM داده. فیلم گرفت. مطمئنه فیلم گرفت. فیلمو گرفت. یا حضرت ابوالفضل یا حسین یا حسین یا حضرت ابوالفضل. وای یا حسین ابن علی یا حسین مظلوم یا زیدان بی فاطمه. چی دارم میگم؟ وای خیلی بد اومد. صدا پش میاد. باشی زیدم تو خودم. بابا نیا اسکول اینجام. منم برای این ریدم. کجا رفتی؟ کی؟ سلطان؟ منظور؟ چیزونیز مصرف میکنی؟ یعنی واقعا اینجا؟ از اونی که فکر میکردم ازش خرابتره. دوتا شد. EFM دوتا یه دونه شد. اینجا نزدیکه به اینجا. داداش الو اوکی. بیرونه. این اطرافه وای. برو برو. صدا این چیزش هم باید لاستیک آویزون کرده برای دکورش. داداش دمت کرد. اوکی اوه شت. اوه یارو چرا عوض شد؟ چه خبره؟ دو تا گوست بود. حاجی چرا عوض شد؟ نمیفهمم. فوتو بابا باید از این بیشتر بدی. چه خبره بابا؟ زیدم تو خودم این یکیم. وضعیتش خیلی خرابه. بچه بقیه پولمونا به عشق اون کسایی که تا الان ویدیو رو دیدن و به عشق کسایی که کانالمون رو لایک کردن. منظور کانالمون دنبال کردن لایک کردن. به عشق کسایی که عضو کانالمون هستن. به عشق کسایی که لایک میکنن. به عشق کسایی که کامنت میذارن. و به عشق کسایی که همین ویدیو رو اگه کامنت ساب یا لایک هیچ کدوم انجام نداده باشه ولی دیده باشه
عشق اونو میتره کنم. 1 2 3 هورا. بچه‌هایی که این ویدیو رو تماشا کردید مرسی که از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید تا آخر. امیدوارم که از این پارت، از این گیم پلی جذاب از فاسموفوبیای ماینکرافتم خوشتون اومده باشه. لایک کامنت حسابتون یادتون نره. اگه حمایت کنید خیلی ممنون میشم. عشق داداش مرسی که تا اینجا ویدیومون رو تماشا کردید. فکر کنم خیلی طولانی شده. با ادیتش هم قراره که کمرم بشکنه اونقدر اینترنت مصرف کنم براش. و ولی با لایکاتون، با واچ تایماتون، با کامنت گذاشتناتون به من انرژی میدید. با خدا هدف من تنها واچ تایم نیست. عشق من شمایید که من میام براتون ویدیو میذارم. با این کارم هم خودم لذت میبرم، هم به شما این لذت رو انتقال میگم. با اینکه تو بعض قسمتاش دروغ محض به کار رفته، مثل اونجایی که به گار رفتم و اینا دروغ به کار رفته، ترس به کار رفته، مثل اونجایی که اومد تو صورتمون ریدم تو خودم. ولی با این همه حال خوشحالم که این ویدیو رو گرفتم. از این ویدیو اگه خوشتون اومد لایک کامنت ساب یادتون نره. این گوشه کانال یوتیوب چنل یوتیوبمون، چنل روبیکامون هم اینجا میاد. حتما لایک و ساب کنید. تا ویدیوهای بعد میبینمتون. پیس اوت. از خداحافظ.